ویدئوی امروز برخلاف ویدئوهای قبلی معرفی فیلم نیست، پس با من همراه باشید. هنری کویل. خیلی ها هنری کویل رو با سوپرمن یادشون میاد. اسم کاملش هنری ویلیام دالگلیش کویله. متولد 5 می 1983 در یکی از جزایر بریتانیا به دنیا اومده. یعنی حدود 42 سالشه. شروع بازیگریش هم داستان جالبیه. اولش توی تلویزیون و نقشای کوچیک بازی کرد. بعدش کم کم نقشای بزرگتر گرفت و با سوپرمن دیده شد. توی همه مصاحبه هاش گفته همیشه عاشق فیتنس و ورزشه و خیلی هم به کارش متعهد و حرفه‌ایه. همینطور خیلی هم خوشبوش و بی‌حاشیه است. معروف ترین فیلم ها و سریال هاش هم که همه دیگه میشناسیم: سوپرمن، سریال دویچر، فیلم میشن ایمپاسیبل فال اوت و همینطور انولا هولمز. نظر شخصیم نه فقط جذاب و خوش‌تیپه، بلکه یه آدمیه که خیلی به نقشاش فکر میکنه و حس میکنم یه انرژی حرفه‌ای و خاکی و خودمونی توی نقشاش همیشه هست. کلاً یه بازیگری که تماشا کردن فیلمهاش، مصاحبه هاش و حضورش در مسابقات هم جذابه. ممنون تا آخر ویدیو همراه من بودی. بیا بگو ویدیو بعدی درباره کدوم بازیگر باشه.